وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. اول میبینیم که خود آنچه که الله متعال برای مشرکین مکه مطرح فرمود چی بود. بعد ببینیم که آیا آنچه که ما انجام میدیم جز این هست یا نه جز این نیست. الله متعال فرمود اینهایی که مشرکین مکه کی رو فراد میخوندن؟ کیا رو فراد میخوندن؟ اینها کسانی از اولیای الله متعال رو که از دنیا رفته بودند و زنده نبودند و فوت کرده بودند، اونها رو به فریاد میخواندند. تا اینجا به این نتیجه میرسیم که این واسطه تراشی و این گونه شفاعت قائل شدن شرک است. کسی از دنیا رفته در قید حیات نیست و کسی بیاد و بگه که اشفع لنا عند الله، تا اینجاش میشه شرک. اینها نیتشون هم حتی نیتشون خیره. نیتشون فکر نکنیم حالا بگیم خب اونا نیتشون بد بود ما نیتمون خیره. نه، نیتشون رسیدن به خداست. نیتشون در سوره مبارکه زمر آیه 3 چه میفرماید الله متعال؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینها رو عبادت نمی‌کنیم مگر اینکه اینها ما رو به الله تعالی نزدیک میکنن. شما اگر میخوای برسی به الله تعالی راهی نداری جز فلانی و فلانی و فلانی، اونا باید تو رو ببرن پیش الله تعالی. مشکلی نه. فکر میکنن که پیش الله تعالی رفتن مثل پادشاهان فقط حتما وزیری، سفیری، سردفتری، پارتی چیزی باید باشه تو رو ببره پیش الله تعالی. در حالی که الله متعال چی میفهمد؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. در آیه 186 سوره مبارکه بقره میفهمد هر وقت بندگان من ای پیامبر من از تو درباره من سوال میپرسن که من دورم یا نزدیک، فانی قریب، من نزدیکم. اصلا نفهمید بگو که من نزدیکم، نه، مستقیم الله تعالی جواب داد من نزدیکم. خودش که من نزدیکم. الله متعال پیامبرم نمیگه که بیاین نزد من، بیاین من شما رو به خداوند میرسونم. پیامبر فقط راهنماست، آمده تا راه رو یاد بده، نیامده تا خودش واسطه بشه بین ما و الله تعالی. یا از دست ما گرفته ما رو به اونجا آمده و ما گفته این نقشه راه برید بهش میرسید، این مسیرشه. نگفته هر کی میخواد بره بیاد پیش من دستشو بگیرم من میرسونمش. نه، ما رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط با ما برای ما راه رو یاد میدند. راه رو یاد میدن که این راه بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین. خط کشیدن که از اینجا این راه رو میرید، به این شکل هم میرید. بله. و هیچ کسی رو هم بین خودتون الله تعالی حتی من واسطه نمی کنید. دقیقاً. که حتی درباره منم الله تعالی فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک. حتی پیامبر من تو هم اگه این کارو بکنی تو هم تمام عبادتات برباد میره. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. ای پیامبر من به تو وحی کردم، به کسانی که قبل از تو بودن، پیامبران قبل تو هم گفتن لئن اشرکت، اگه شرک آوردی بین من و خودت، عبادت من و خودت، کسی دیگه در عبادت رو شریک کردی، لیحبطن عملک، قطعا حتما یقینا عبادتات برباد میره، بعد جمله خاسرین خواهی بود. اما این شرک در عبادت همون عمل ابو جهل و ابو لهب بود دیگه. این همون چیزیه که الله متعال فرمود در سوره مبارکه فاطر. در سوره مبارکه فاطر الله متعال در آیات 13 بعد در آیه 13 وقتی که الله متعال خودش رو توصیف میکنه برای ما که کسی است که شب رو در روز داخل میکنه، روز رو در شب داخل میکنه و ماه و خورشید رو مسخر کرده، این پروردگار شماست، او رو بپرستید. والذین تدعون من دونه، در پایان آیه میفهمید کسانی رو که غیر از الله تعالی شما به فریاد میخوانید و به اونها متوسل میشید و از اونها میخوانید، ما یملکون من قطمیر، اینا مالک پوست هسته خرمایی هم نیستن. قطمیر پوست هسته خرما، اون هسته خرما یک پوستی نازکی داره، اونو میگه حتی الله متعال میفهمه اینا در آسمان و زمین حتی این رو هم مالک نیستن. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگه شما بخواید اولا که اصلا صدای شما رو نمیشنون. حالا شما زیاد اصرار دارید که میشنون، خب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولی اون که بشنون هم نمیتونن که اجابت کنن. یعنی شما اگه میخواد بگید برو پیش خدا شفاعت کن نمیکنه، اگه بگید بچه بده نمیده، ولی اون که بشنون. قرآن میفهمه ولو سمعوا،
به فرض آقا شما زیاد سرسام میکنید میشنون فلانن، روی اینا بحث داریم ان در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد که بعضی میگن آقا شهدا زنده‌ان، ما پیش زنده میریم و از انسان زنده مگر اشکالی داره خواستن و طلبیدن، خب شهید زنده است، فلانی زنده است، برادران یوسف پیش یعقوب علیه السلام رفتن ازش دعا خواستن، اینها رو ما بهش خواهیم رسید ان شاء الله. ولو سمعوا، آقا قصلا قبول میشنون، مستجابوا لکم، نمیتونن اجابت کنن. و یوم القیامتی، اینش مهمه آخر آیه. و یوم القیامت الان چی فرمود؟ الله تعالی اولش چی فرمود؟ والذین تدعون، کسانی رو که میخوانید غیر از الله تعالی، من دونه، اون کسانی رو که غیر از الله تعالی، هر کی، پیامبران، فرشتگان، انبیا، هر کسی رو که غیر از الله تعالی میخوانید، اینها مالک پوسته هسته خرمایی هم نیستن، بخوانید نمیتونن به شما کمک کنن، صداتون هم بشنون نمیتونن استجابت کنن. درسته؟ بله. اولا که صدای شما رو نمیشنون، به فرض که بشنون هم به فرض محال نمیتونن که اجابت بکنن. و یوم القیامه، و روز قیامت که باشون روبرو بشین، یکفرون بشرککم. چی؟ یکفرون بشرککم، اونها یعنی اون شرکی که من گفتم میکنن. شرک چی هست؟ شرک شما رو. این شرککم یعنی چی؟ چرا در پایان این سخن الله متعال فرمود که روز قیامت این کسانی رو که شما به فریاد میخوانید که فکر میکنید اجابت میکنن شما رو، کمک میکنن شما رو، و در حالی که اینها مالک پوست یک هسته خرمایی هم نیستن. شما فکر میکنید آسمون دستشونه، زمین دستشونه، شفا میدن، چشم میدن، عزت میدن، اگر مشکل مالی داری بگو فلان، اگر میخوای مسکن بخری بگو فلان، اگر میخوای عالم بشی بگو فلان، اگر دشمن داری بگو فلان، اگر مشکل ناموسی داری بگو فلان یا فلان یا فلان یا فلان. و یوم القیامتی، روز قیامت همین بزرگواران، همین اولیای الهی، همین انبیا، همین فرشتگان، همین کسانی که غیر از الله تعالی به فریاد خواندید، یکفرون، میان رو در روی شما انکار میکنن شرک شما رو. این شرکشون چه بود؟ اینو مگه چرا کرده بودن که شرک کردن؟ فریاد کرده بودن. والذین تدعون من دون الله، این تدعون این فعل بود که شرک شد، این ندای غیر الله بود که الله تعالی اینو شرک فرمود. خب شاید بگوین که این ندایی که در آیه 18 سوره یونس هم شفعاؤنا عند الله رو با خودش داشت، مگه نه؟ این ندایی که با اون شفعاؤنا عند الله رو الله تعالی فرمود سبحانه و تعالی عما یشرکون، ندایی که به نیت شفاعت نزد الله تعالی صورت میگیره، این ندا رو الله متعال میفهمه شرک است. خب شاید اونا بگوین که کسانی که غیر از الله مالک قطمیر هم پوست دانه خرما هم نیستن، در مورد آنهاست. ما کسایی را فریاد میکنیم که نه تنها آنها مالک پوست خرما، بلکه مالک بیشتر از آن در کائنات هستند، متصرف هستند. اولا که الله متعال فرمود والذین، نه والذین، والذین چیه؟ موصول جمعه، درسته؟ بله. برای کی استفاده میشه؟ برای جمع ذوی العقول، درسته؟ جمع ذوی العقول، اینجا انسان مراد انسان‌هایی هستند ذوی العقول، ذواتی هستند صاحب عقل. بله. من دونه، غیر از الله تعالی، هر صاحب جن‌ها اینجا داخل است. هر صاحب عقلی غیر از الله تعالی. یعنی چی؟ تمام فرشتگان، تمام انبیا، تمام اولیا. خلاص کی مونده؟ حالا شما اینی که شما میگید، یا باید بگید خداست، که اگر گفتید خداست حساب ما شما کلا بحث ما جداست. اگر گفتید خداست بحث ما جداست، نه؟ یا باید بگید غیر خداست، یا باید بگید الله است، یا باید بگید دون الله است دیگه. من دونه یعنی چی؟ من دونه. یا الله تعالی فرمود الذین تدعون من دون الله در آیه 5 سوره مبارکه احقاف و در آیه 73 سوره مبارکه حج. در آیه سوره مبارکه حج فرمود ان یا ایها الناس، ای مردم. ضرب مثلا، یه مثالی زده شده، خوب گوش کنید همه شما. ان الذين تدعون من دون الله، همون کسانی رو که افراد ذوی العقولی رو که شما غیر الله فریاد میکنید. غیر الله یعنی چی؟ من دون الله. من دون الله دو تا معنی داره. در فارسی ما استفاده میکنیم. بله. بدون الله ما میگیم بدون فلانی، در فارسی میگیم همه آمدن بدون فلانی، یعنی به غیر فلانی. یکی من دون الله یعنی غیر الله، یعنی الله نیست، غیر الله است. الله یعنی ذات الله، غیر الله تعالی، تمام مخلوقات. تمام مخلوقات. بله. معنی دوم دون چیه؟ دون یعنی فرومایه، پایین‌تر، پایین درجه. اینم در فارسی ما استفاده میکنیم. انسان دونی است، انسان پایین مرتبه است. درست. من دون الله یعنی پایین مرتبه تر از الله، کسانی که رتبهشون از الله پایین تره. خلاص دیگه تمام مخلوقات. باز میشه تمام مخلوقات. هر دو تاش یک معنا رو میده. دقیقاً. من دون الله یعنی هر کی غیر الله تعالی
تمام. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هرگز نمیتونن، همشون تمام انبیا و در رأسشون رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام اولیاء، تمام فرشتگان، جبرائیل علیه السلام من دون الله هست یا نیست؟ حتی ابراهیم علیه السلام هم نمیتونه. من میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم که دیگه چون اشرف مخلوقات میدونیم دیگه. درست. و جد بزرگوارشون ابراهیم خلیل الله. این دوتا که دیگه در اوجن. بالکل. از بین انبیا، از فرشتگان هم جبرائیل علیه السلام که دیگه بالاترش خودش نداره در بین فرشتگان. دقیقاً. آیا اینها در من دون الله داخل هستن یا نیستن؟ حتما داخله. اگه کسی بگه داخل نیستن که اصلا دیگه من بحثی ندارم باشون. اگه کسی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابراهیم علیه السلام و جبرائیل و میکائیل من دون الله نیستن، اینا خود الله ان، خب خلاص ما میگم سلام علیکم. بله. با این انسان بحثی نداریم که بگه اینا خدا ان، خلاص خودش فتوای کفر خودشو داده. درست. من دون الله ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مگسی نمیتونن خلق کنن. ولو اجتمعوا له، هم نه تنها یکیشون، همه ولو اجتمعوا له، همه جمع بشن، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام فرشتگان جمع بشن، یک مگس اون مگسه که با پشه که صحبتش داشتیم در قسمت قبلی، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همشون هم که جمع بشن، تمام شما مخلوقات من، الله میفرماید اینجوری میخواد بگه الله تعالی، شما مگس پیش شما خیلی بی ارزشه، ای مخلوقات من، تمام فرشتگان من، تمام انبیای من، تمام اولیای من، همه جمع بشید ببینم میتونید یک مگس خلق کنید؟ اصلا این که چی؟ و این یسلبهم الذباب شیئا، این مگس من، الله تعالی میفرماید این مگسکی که من خلق کردم، یک ذره از شما اگر چیزی بخواد، مگس چقدر میتونه برداره ببره؟ چی میتونه مگس چی برمیداره با خودش؟ مگه چند گرم میتونه برداره حمل کنه؟ و یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، نمیتونید همون مولکولی رو که مگسه، همون یک گرمی که برداشته، همتونم جمع بشید نمیتونید ازش پس بگیرید تا من نخوام. و یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، به تنهایی شما هیچ کاری نیستی شما. ضعف الطالب والمطلوب، همون کسی که میطلبه از اینها، اون مشرک، و هم این بزرگوارانی که مورد دعا قرار میگن همشون ضعیفن. چرا این کارو میکنن مردم؟ ما قدر الله حق قدره، الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن. ان الله لقوی عزیز، الله قوی عزیزه. درسته که الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، الله بندگان برگزیده‌ای داره، چه از فرشتگان چه از مردم، اما فقط خودشه که سمیع و بصیر و تفاصیلش در جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني